حاج مهدی رسولی یه شب داشتید میخوندی، به علیرضا گفتم علیرضا ایشون هم زنجانیه، پدر تو هم زنجانیه، من خیلی دوست دارم تو شبیه حاج مهدی رسولی شی. وقتی که دید شد خیلی ببخشید، گفتم حاج مهدی رسولی باید خیلی دلش بخواد شبیه علیرضای من بشه. با اون صندلی خیلی حرمت داره. من بلند شدم به امام رضا قسم خجالت کشید، گفت که ما مدعیان سفرهندیم. از آخر مجلس نامه چیدن نشستم به امام رضا عرض کردم که آقا جان من تا اینجاش که فقط الکی ظاهر سازی کردیم، غلط کردم.